علماؤهم شر من تحت ادیم السماء تخرج من عندهم فتنه و فیهم تعود. حضرت علی گفتند از نام پیغمبر خدا زمان می آید. چگونه زمان است؟ اسلام را فقط نامش می ماند، از اسلام عملش دور می گردد. در اصل نماز می خواند لیکن نمی داند چی خوانده ایستاده است. زکات می دهد نه از برای خدا، حج می کند نه از برای خدا، فقط همون نام اسلام می ماند و خلاص. و از قرآن چی گفت پیغمبر خدا؟ زمان می آید همین قرآن صورتش می ماند لیکن عملش از بین دور می شود. می گوییم کتاب ما قرآن است لیکن عمل ما و شما عمل شیطانی می گردد. دیگر بر گفته های خدا نه، کتاب پوشیده است، با گفته های شیطان ما و شما عمل میکنیم. امروز خودتان مقایسه کنین، عمل های خودتان در ترازوی عقل خودتان بسنجین، کدامش با قرآن موافق است، کدامش با قرآن موافق نیست. اینا پیغمبری خدا گفتند. و در دوام گفتند زمان می شود که مسجد سازی به نهایت زیاد می شود، زیاد مسجد میکنند لیکن چی است؟ لیکن خالی هست از هدایت، خالی هست از ذکر خدا. مسجدها هستند، زیبا هستند لیکن داعی ندارند، دعوتگر ندارند، فقط زیب و زینت دارند خلاص. بدترین مردم گفتن پیغمبر خدا در دام این حدیث کیا هستند؟ عالم های همون زمانه هستند. عالم ها گفتند بدترین مردم همون زمان هستند. برای چی بدترین هستند؟ زیرا از نزد آنها میگد پیغمبر خدا فتنه میخیزد و فیهم تعود، لیکن الحمدلله که در سر خود آنها میزند. از نزد عالم فتنه میخیزد با در سر عالم انجام مییابد. البته عالم ها هست، عالم هایی که فتنه انگیزی میکنند، هست عالم هایی که نامش عالم است لیکن از شیطان دیده بدتر است. این من اشراط ساعه. دیگر پیغمبر خدا چی گفتند؟ دیگر از نشانه قیامت گفتند پیغمبر خدا چی است؟ یرفع العلم و یثبت الجهل و یشرب الخمر و یظهر الزنا و یکثر فیها الحرج. قیل و ما الحرج؟ قال القاتل القاتل القاتل. پیغمبر خدا در این حدیث دیگر چی گفتند که راوین ابو سعید خدری هست، میگوید دیگر از نشانه قیامت این است که علم برداشته می شود، جهل، نادانی، گمراهی فراوان می شود، عرق نوشی آشکارا می شود، زنا هم مثل عرق نوشی آشکارا می شود. یعنی چگونه که الحال در خانه مسلمان های ما و شما عرق نوشی می شود، در روزهای معرکه های ما و شما آزاد آشکارا عرق می نوشند، روز می شود گفت پیغمبری خدا که زنا هم گفت در نزد تو انجام می یابد. با چشم خود تو زنا را می بینی، دیگر هیچ توجه نمیکنی. مثل که امروز عرق می نوشند چگونه نگاه میکنیم، برای ما و شما هیچ مشکلاتی نیست، هیچ کدام ما و شما را آزار هم نمیدهد. زنا هم گفت زمان می شود همچنان رواج می گیرد که در راهی که تو رفته ایستاده در همون راه زنا کردیستند در پیش چشمت، همچنان زمان می شود. و گفتن رسول اکرم حرج زیاد می شود. پرسان کردن پیغمبر خدا حرج چیست؟ گفتن قاتل قاتل قاتل. آدم کشی زیاد می شود، آدم کشی زیاد می شود، آدم کشی زیاد می شود. به نهایت آدم امروز هیچ قدر ندارد، علل خصوص مردم مسلمان که امروز زیر تحقیری، دشنام و کشتار تمام دشمنهای اسلام قرار گرفته است. لیکن چگونه که روز عید در این مسئله برای شما یک گوشزده کردیم، ما مانده نمیشیم، ما خسته نمیشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما،
غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. البته خداوند اندیشه ما ده هست. زمان می شود چگونه که حدیثی که در دیگر نشانه های قیامت بر شما خبر دادم که حتی سنگ فریاد میزند یا مسلم خلفی یهودیون، در پشت من یهودی است، در پشت من دشمن خداست، فقتله، بیا و یا قتل کن. این زمان می آید. رسول اکرم گفتن علم برداشته می شود. عبدالله ابن عمر ابن العاص می گوید چگونه علم برداشته می شود؟ رسول الله گفتن لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد. خداوند علم را از سینه های ما و شما کشیده نمی گیرد. روز می شود که ما و شما عالم هستیم، دانا هستیم، سحر می خیزیم همه ما و شما گمراه و جاهل هستیم. این پیغمبر خدا گفتن سحر می خیزی همون عالمی که تمام علم در نزد او ظاهر بود، در وجود او بود، سحر می خیزد از او در دیدن نادانتر نیست دیگر. رسول الله را سوال کردن چگونه می شود؟ گفتن خداوند علم را از سینه های شما کشیده نمی گیرد، بل یقبض العلم بقبض العلماء، بلکه علم را چنان می گیرد که عالم ها را همه را هلاک می کند. همه عالم ها از بین شما برداشته می شود. آنها به مرگ الهی از دنیا می گذرند. مادامی که عالم در بین مردم که نمان، مردم چی می شود؟ چی می شود؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم جاهل ها را گفت پیغمبر خدا پیشوای خود می سازند. امام های خود و پیشواهای خود آدم های جاهل می شوند. فسویلو، و از این قوم کسی می خیزد اون جاهل میگه سوال میکرد، یک فتوای میپرسد، فافتوا بغیر علم فزلوا و عزلوا. اون جاهل در حال یک سوالت یک جواب نادانانه میدهد که اون جواب نه در قرآن است در احادیث است. رسول الله گفتن فزلوا و عزلوا. اون شخص که خود جاهل است لیکن این مردم هم جاهل میگرداند. زمانی میشود اینها هم پیدا میشده است. این هم اشیاء است، این هم از اشراط ساعت است. امروز همون جاهلای ما و شما، بعضی از جاهلها در ما و شما پیشوا هستند. باور کنین بعضی مسئله ها را جوان ها میآیند بر ما خبر میدهند که مولای ما هم تا گفت. از یک جانب انسان خنده میگیرد، از یک جانب انسان در غضب میشود که نخواهد که همین مسئله را چنان برای شما بیان کرده باشد. بچی مینازد بچه فلانی است، پدرش فلانی است، دادرش فلانی است یا مادرش فلانی است. اینها دیگر ناز ندارند، با اینها نازیدن دیگر لازم نیست. شاعر میگوید به بال خویش باید کرد پرواز، به بال دیگران نتوان پریدن. انسان باید به بال خودش پرواز کند. انسان باید که به محنت و زحمت خودش پرواز کند، نه مثال پدرم فلانی بود، مادرم فلانی بود. خدا رحمتشان کند. تو هم حرکت کن مثل پدر و چاو، تو هم حرکت کن مثل برادر و چاو. لا تقوم الساعه. دیگر نشانه قیامت پیغمبر گفتند یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانه. این در بخاری هم روایت می شود. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند دیگر نشانه قیامت این است که یک مرد به پیش قبر یک مرد دیگر میگذرد و به سوی قبر همان مرد میگوید ای پروردگار، کاش که مکان من همین مکان برادرم باشد. این از حساب مشقت و از حساب خیلی بی‌عدالتی ها و گمراهی ها آدم ها خسته می شوند، حتی تمنا میکنند که خدایا ما را داخل قبر بگردان. از زندگی بیزار می شوند، از زندگی مانده می شوند. زمان می شود گفت که اینم بالای امت من می آید. اینا چند حدیثی که الحال به سمع شما رسانیدم، اینها همه
نشانه های خرد قیامت هستند. الحال من برای شما نشانه های کلانی که رسول اکرم بیان کردند لا تقوم الساعة حتی تکون قبلها 10 آیات، اینا برای شما بیان میکنم. پیغمبر خدا روزه میگد گذر کرد، بناگاه صحابه های پیغمبر در باب قیامت بحث داشتند، یعنی از آمدن قیامت و از واقعه های قیامت صحبت داشتند. پیغمبر خدا میگه گشته به سوی ما گفت قیامت قائم نمی شود تا وقتی که اگر 10 نشانه بالای شما نیاید. این نشانه هایی که الحال برای شما میگویم اینها نشانه های کلان میگویند. اینا چی هستند؟ طلوع الشمس من مغربها. یکم پیغمبر خدا گفتند سمت آفتاب دیگرگون میگردد. امروز آفتاب از جانب مشرق میبراید، در مغرب غایب میشود. روز قیامت که شد، همان روزی که قیامت قائم میشود که خیلی روزی دراز است، آفتاب از پس پشت من میبراید، از این جانب حرکت میکند. سمت آفتاب گفت پیغمبر خدا دیگرگون میشود. ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. پیغمبر خدا گفتند درگاه پروردگار شما کشاده است روز تا بیگاه. برای کیها؟ برای کسایی که در روز گناه کردند. خدا میگه دروازه من کشاده است، کدام شما طلب مغفرت میکنید من شما را مغفرت میگردانم. درهای رحمت من میگوید خدا از شب تا به روز کشاده است، کدام شما توبه میکنید، کدام شما داخل درگاه میشوید من شما را به بندگی قبول میکنم. در دهان پیغمبر خدا چی گفتند؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تا وقتی که آفتاب از مغرب میبراید توبه بنده مؤمن خدا قبول میکند، لیکن وقتی آفتاب برآمد در توبه بسته میشود. تمام دیگر او روز کدام ما و شما زاری کنیم، تولا کنیم، حتی خودمان قتل در راه خدا کنیم، دیگر فایده ندارد، در رحمت بسته میشود. پیش از آنه که این آفتاب از جانب مغرب میبراید ما و شما باید که ما و شما به سوی خدا توبه کننده باشیم، ما و شما به سوی خدا برگردنده باشیم.